сураи Юнус дар Макка нозил шуд 109 оят ва 11 руку аст. бисмиллаҳир роҳманир роҳим. ба номи Худои бахшояндаи меҳрубон. алиф лам ра тилка аятул китабил ҳаким. алиф лом ро ин оятҳои китоби бо ҳикмат аст. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. آیا مردم را تعجب بود که به سوی مرد از آنها وحی فرستادیم؟ مردم را بیم ده و مؤمنان را به آن مژده ده که برای آنها نزد پروردگارشان پایه‌ای درست هست. کافران گفتند به درستی که این شخص جادوگری آشکارها است. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. همانا پروردگار شما خدای است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، سپس بر عرش مستقر شد، کار را تدبیر می کند، هیچ شفاعت کننده نیست مگر بعد دستور وی. این است خدا پروردگار شما، پس او را بپرستید. آیا پند نمیگیرید؟ الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا انه یبدأ الخلق ثم یعیده لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. بازگشت همه شما یک جا به سوی اوست. به این وعده درست خدا وعده کرده است. به درستی وی چنان که آفرینش اول را آغاز کرد، سپس آن را بازگرداند تا آنان را که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند به انصاف پاداش دهد و برای آنان که کافر شدند آشامیدنی از آب گرم و عذاب درد دهنده است به سبب آن که کافر بودند. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. او آن خدای است که آفتاب را درخشنده و ماه را روشن ساخت و برای ماه منزلها را معین کرد تا شمار سالها و حساب را بدانید. خدا این را جز به تدبیر درست نآفریده است. نشانه ها را برای گروهی که میدانند بیان میکند. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. به درستی در آمد و رفت شب و روز و در آنچه خدا در آسمان ها و زمین آفریده است
برای گروهی که پرهیزگاری میکنند نشانه‌های هست. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. همانا آنان که ملاقات ما را امید ندارند و به زندگانی دنیا خوشنود شدند و به آن آرام گرفتند و آنان که از نشانه های ما بخبرند. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. جای آنها به سبب آنچه عمل میکردند آتش است. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. همانا آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند پروردگارشان به سبب ایمانشان آنها را راه می نماید، یعنی به مقامات نجات. در بستانهای نعمت زیر آنها جایها می رود. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. در آنجا دویشان سبحانک اللهم باشد، یعنی پاکی تو راست بار خدایا، و درودشان به یکدیگر سلام بود و نهایت دویشان آن است که حمد خدای راست پروردگار عالمیان. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. و اگر خدا به مردم مانند آن که آنها نعمت را زود می طلبند سختی را زود می رسانید اجلشان فرا می رسید، پس آنان را که به ملاقات ما امید ندارند می گذاریم تا در بیراهی خویش سرگردان باشند. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. و چون به آدمی رنج برسید بر پهلو خفته یا نشسته یا ایستاده به جانب ما دعا میکند، پس آنگاه که رنج او را از وی برداریم می رود گویا که ما را به دفع کردن رنجی که به او رسیده بود نخوانده است. همچنین برای از حد گذرندگان آنچه می کردند آراسته شد. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. و به درستی که ما اهل قرنها را پیش از شما هلاک کرده ایم آن هنگام که ستم کردند و پیغمبرشان با نشانه های روشن به آنها آمدند و آنها هرگز آماده آن نبودند که ایمان آورند. گروه گناهکاران را همچنین جزا می دهیم. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. سپس
شما را در زمین پس از آنها جانشین ساختیم تا ببینیم که چگونه کار میکنید. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. و چون آیت‌های روشنی ما بر آنها خوانده شود، آنان که به ملاقات ما امید ندارند گویند قرآن بجز این بیار یا آن را تبدیل کن، یعنی تا به عقیده های باطل آنها موافق باشد. بگو مرا روا نبود که آن را از جانب خود تبدیل کنم بجز آنچه به سوی من وحی فرستاده شده است. به چیز پیروی نمی کنم، به درستی که من اگر نافرمانی پروردگار خود کنم از عذاب روز بزرگ می ترسم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. بگو اگر خدا میخواست من آن را بر شما نمیخواندم و خدا شما را از آن خبردار نمی کرد. همانا من پیش از این عمر در میان شما ماندم، آیا به عقل در نمی یابید؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون. پس کیست ستمگرتر از کسی که بر خدا دروغ را بربندد یا آیت‌های وی را دروغ شمارد؟ هر آینه گناهکاران رستگار نمی شوند. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. و بجز خدا چیزی را می پرستند که آنها را ضرر نمی کند و به آنها سود نمی رساند و می گویند اینها شفاعت کنندگان ما نزد خدایند. بگو آیا خدا را از آن چی خبردار می کنید که در آسمان ها و زمین آن را نمی داند؟ پاکی وی راست و او از آن که شریک مقرر می کنید برتر است. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. و مردم بجز یک امت یعنی بر توحید و ملت ابراهیم چیزی دیگر نبودند، پس اختلاف کردند و اگر کلمه نمی بود که سابق از پروردگار تو صادر شده است در میان آنها در آنچه اختلاف دارند حکم کرده می شد. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. و می گویند
چرا از پروردگار وی نشانه بر این پیغمبر فرو فرستاده نشده است؟ بگو جز این نیست که علم غیب از آن خدا است. پس منتظر باشد، همانا من با شما از منتظرانم. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. و چون به مردم پس از سختیه که به آنها رسیده بود رحمت بچشانیم، ناگهان آنها در نشانه های ما بداندیشی کنند، یعنی به کفران نعمت. بگو خدا در بداندیشی زودتر است. به درستی که فرستادگان ما آنچه را که بداندیشی میکند می نویسند. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. او آن خدای است که شما را در خشکی و در دریا روان می کند تا وقتی که در کشتی ها باشد و کشتی ها با سواران خود به باد خوش روان شدند و آنها به آن باد موافق شادمان شدند. ناگهان باد تند به آن کشتی ها برسد و موج از هر جا به آنها بیاید و بدانند که از هر سو گرفتار گشتند. به خدا عبادت را برای او خالص کرده دعا کنند که اگر ما را از این بلا برهانی از شکرگزارندگان باشیم. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. پس چون آنها را برهانید آنگاه آنها در زمین به ناحق بیراهی میکنند. ای مردم، جز این نیست که بیراهی شما زیان بر جان شما است. بهره از زندگانی دنیا یافتید، سپس بازگشت شما به سوی ماست. پس شما را از آنچه میکردید خبردار میکنیم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها
وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفکرون. جز این نیست که مثل زندگانی دنیا مانند آب است که آن را از آسمان فرود آوردیم. پس به سبب وی رستنی های زمین از آنچه مردم و چهارپایان می‌خوردند در هم آمیخت تا وقتی که زمین پیرایه خود را فرا گرفت و آراسته شد و ساکنان آن زمین گمان کردند که در نفع بردن از آن توانایند. ناگهان در شب یا در روز فرمان ما به زمین بیامد، پس آن را چون زراعتی از بیخ درویده گردانیدیم، گویا دیروز هیچ نبود. همچنان نشانه ها را برای گروهی که اندیشه می کنند بیان می کنیم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقیم. و خدا به سوی سرای سلامتی یعنی بهشت می خواند و هر کی را خواهد به سوی راه راست هدایت می کند. للذین احسنوا الحسنى وزیادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. برای آنان که نیکوکاری کردند حالت نیک و زیاده بر آن باشد، یعنی دیدن خدای تعالی، و روی آنها را هیچ سیاهی و هیچ خاری نپوشد. آنها اهل بهشتند، آنها آنجا جاویدان باشند. والذین كسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. و برای آنان که کردارهای بد به عمل آوردند جزای بدی مانند آن است و آنها را خاری بپوشاند و برای آنها هیچ پناه دهنده از خدا نباشد. گویا رایهای آنها با پاره های شب تاریک پوشانیده شده است. آنها اهل آتشند، آنها آنجا جاوید باشند. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. و بی‌ترسید از روزی که همه آنها را یک جا برانگیزیم، سپس به مشرکان گوییم شما و آنان که شما آنها را شریک خدا ساخته اید به جای خود بایستید. پس میان آنها جدایی اندازیم و شریکانشان گویند شما ما را نمی پرستیدید. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. پس خدا میان ما و میان شما گواه بس است به درستی که ما از پرستش شما بخبر بودیم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم
ما كانوا يفترون. آنجا هر شخص آنچه پیش فرستاده بود دریابد و همه به سوی خدا مالک حقیقیشان گردانیده شوند و آنچه دروغ می‌بستند از آنها گم گردد. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. بگو کی شما را از جانب آسمان و زمین روزی می دهد؟ آیا کیست که گوش و چشم ها را مالک باشد؟ یعنی خالق گوش و چشم باشد. و کیست که زنده را از مرده بیرون آرد و مرده را از زنده بیرون آرد؟ یعنی حیوان را از نطفه و نطفه را از حیوان. و کیست که کار را تدبیر کند؟ خواهند گفت خدا است. بگو آیا پرهیز نمی کند؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. پس این خدا است پروردگار حقیقی شما، پس بعد راستی بجز گمراهی چیست؟ پس از کجا گردانیده می شود؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. همچنین قضای پروردگار تو بر این فاسقان ثابت شد که آنها ایمان نآورند. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. بگو آیا از شریکان شما کسی هست که آفرینش نخستین را آغاز کند سپس آن را بازگرداند؟ بگو خدا آفرینش را آغاز می کند سپس آن را باز می گرداند. پس از کجا برگردانیده می شود؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. بگو آیا از شریکان شما کسی هست که به سوی حق راه نماید؟ بگو خدا به سوی حق راه می نماید. پس آیا کسی که به سوی حق راه نماید به آن لایق تر است که پیروی کرده شود یا کسی که خود راه نمی یابد مگر آن وقت که وی را راه نموده شود؟ پس شما را چیست؟ چگونه حکم میکنید؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. و بیشتر آنها به جز گمان چیزی را پیروی نمی کنند. به درستی که گمان از معرفت حق چیزی را کفایت نمی کند. همانا خدا به آنچه می کنند دانا است. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. و چنین نیست که این قرآن بغیر از حکم خدا از سوی کسی بربافته شود ولیکن آنچه را تصدیق کننده است که پیش از وی است و بیان شریعت است که برای مردم نوشته شد. در آن هیچ شبهه نیست، از پروردگار عالمیان است.
ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. آیا میگویند آن را بربسته است؟ بگو اگر راستگو هستید پس سوره مانند آن بیارید و بجز خدا هر کی را توانید بخوانید. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بلکه چیزی را دروغ شمردند که به دانش آن فرا نگرفتند و هنوز تأویل آن نآمده است. کسانی که پیش از آنها بودند همچنین دروغ داشتند. پس بنگر که عاقبت ستمگران چگونه شد. و منهم من یؤمن به و منهم من لا یؤمن به و ربک اعلم بالمفسدین. و از آنها کسی هست که به آن ایمان می آرد و از آنها کسی هست که به آن ایمان نمی آرد و پروردگار تو به فسادکاران داناتر است. و این کذبوک فقل لی عملی ولکم عملکم انتم بریئون مما اعمل و انا بریء مما تعملون. و اگر تو را به دروغ نسبت کنند بگو عمل من از آن من است و عمل شما از آن شما است. شما از آن چی من میکنم بیزارید و من از آن چی شما میکنید بیزارم. و منهم من یستمعون الیک افأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. و از آنها کسی هست که به سوی تو گوش می نهد. آیا تو کاران را می شنوانی و اگرچه با عقل در نمی یابند؟ یعنی آنها مانند کاران و کورانند. و منهم من ینظر الیک افأنت تهدی العمی ولو كانوا لا یبصرون. و از آنها کسی هست که به سوی تو می نگرند. آیا تو کوران را راه می نمایی و اگرچه نمی بینند؟ ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. با درستی که خدا بر مردم هیچ ستم نمی کند ولیکن مردم بر خویشتن ستم می کنند. و یوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النهار یتعارفون بینهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. و روزی که خدا آنها را برانگیزد گویا که بجز ساعت از روز دیرنگ نکرده بودند. یکدیگر را میشناسند. همانا آنان که ملاقات خدا را دروغ داشتند زیانکار شدند و راه یافته نبودند. و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فإلینا مرجعهم ثم الله شهید علی ما یفعلون. و اگر بعضی آنچه را که به آنها وعده میکنیم به تو بنمایانیم یا تو را بمیرانیم به هر حال بازگشت آنها به سوی ما است. باز خدا بر آنچه میکنند آگاه است.
ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. و هر امتی را پیغمبری هست، پس چون پیغمبرشان آمد میان آنها به انصاف حکم کرده شود و بر آنها ستم کرده نشود. یعنی پیغمبران و پیروان آنها نجات یابند و کافران هلاک شوند. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. و میگویند اگر راستگو هستید این وعده کی باشد؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بگو برای خود زیان و سود رسانیده نمیتوانم مگر آنچه خدا خواسته است. هر گروه را مهلت هست، چون مهلتشان بیاید پس نه ساعت تأخیر کنند و نه سبقت کنند. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. بگو آیا میبینید اگر عذاب او به شما شبانگاه یا به روز بیاید، به هر حال این گناهگاران از آن عذاب چی چیز را به شتاب میطلبند؟ ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. باز آیا وقتی که واقع شود به آن ایمان می آرید؟ آنگاه گفته شود آیا اکنون ایمان آوردید و پیش از این آن را به شتاب می طلبیدید؟ یعنی به استهزا و دروغ داشتن. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. سپس به ستمگران گفته شود عذاب جاوید را بچشید، شما جز به قدر آنچه می کردید جزا داده نمی شود. و يستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. و از تو می پرسند آیا این وعده درست است؟ بگو آره قسم به پروردگارم هر آینه وی درست است و شما عاجز کننده نیستید. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. و اگر آنچه در زمین است از آن هر نفسی ستم کننده باشد البته آن را فدیه خود دهد و چون عذاب را بینند پنهان پشیمانی کنند و میان آنها به عدل حکم کرده شود و بر آنها ستم کرده نشود. الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. آگاه باش به درستی آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خدا است. آگاه باش به درستی که وعده خدا راست است ولیکن بیشتر آنها نمیدانند. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. او زنده می کند و می میراند
و به سوی وی بازگردانیده می شود. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ای مردم، از پروردگارتان برای شما پنده و برای آنچه در سینه ها است شفای و برای مؤمنان راه نمودن و بخشایش آمده است. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بگو به فضل خدا و به رحمت او به این چیزها باید که شادمان شوند. این از آنچه که جمع می کنند بهتر است. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم الله أذن لكم أم على الله تفترون. بگو آیا چیزی را دیدید که خدا برای شما از روزی فرود آورده است؟ پس بعضی آن را حرام و بعضی آن را حلال ساختید. بگو آیا خدا به شما اجازت داده است یا بر خدا دروغ می‌بندید؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. و بر روز قیامت گمان آنان که بر خدا دروغ را می‌بندند چیست؟ خدا به آنها در روز قیامت چی خواهد کرد؟ یعنی به درستی که خدا بر مردم صاحب فضل است ولیکن بیشتر آنها سپاسگزاری نمی کنند. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. و تو در هیچ شغل نمی باشی و هیچ آیتی از طرف خدا آمده را نمی خوانی و شما هیچ کاری را نمی کنید مگر آن که چون در آن در می آید بر شما نگهبان هستیم. و همسنگ ذره در زمین و در آسمان چیزی از پروردگاری تو پوشیده نمی شود و چیز خردتر و بزرگتر از آن نیست مگر آن که در کتاب روشن نوشته شده است. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آگاه باش به درستی که بر دوستان خدا هیچ ترس نیست و آنها اندوهگین نمی شوند. الذين آمنوا وكانوا يتقون. آنان که ایمان آوردند و پرهیزگاری میکردند. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. برای آنها در زندگانی دنیا مژده و در آخرت مژده است. سخنان خدا را هیچ تبدیل نیست.
این مژده همان پیروزی بزرگ است. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السمیع العلیم. و سخنانشان تو را غمگین نکند، به درستی که همه غلبه یک جا از آن خدا است. او شنوای دانا است. الا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. آگاه باش، هر کی در آسمان ها و هر کی در زمین است همانا از آن خدا است و آنان که بجز خدا شریکان را پرستش می کنند آنان را پیروی نمی کنند، به حقیقت پیروی نمی کنند مگر گمان را و چیز بجز دروغ نمی گویند. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. آن خدای است که برای شما شب را ساخت تا در آن آرام گیرید و روز را روشن ساخت، و درستی که در اینها نشانه ها برای گروه است که میشنوند. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. کافران گفتند خدا فرزند گرفته است. او پاک است، او بی‌نیاز است. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست. نزد شما بر این هیچ حجت نیست. آیا بر خدا چیزی را میگوید که آن را نمیداند؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بگو همانا کسانی که بر خدا دروغ را بر میبندند رستگار نمیشوند. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. برای آنها بهره‌مندی در دنیا است، سپس بازگشت آنها به سوی ماست. پس به سبب آنکه کفر میکردند به آنها عذاب سخت را بچشانیم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. و بر آنها خبر نوح را بخوان، چون به قوم خود گفت ای قوم من، اگر قیام من و با آیتهای خدا پند دادن من بر شما دشوار شده باشد، پس من بر خدا توکل کردم. پس شما همراه شریکان خیش در کار خود عزیمت درست کنید. پس کار شما باید بر شما پوشیده نباشد. پس به من آنچه میخواهید برسانید و به من مهلت مدهید. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.
پس اگر روی بگرداندید، یعنی از گفتن من، پس بدانید که من از شما هیچ مزد نخواسته بودم. مزد من بجز بر خدا بر کسی نیست و به من فرموده شده است که از مسلمانان باشم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. پس او را دروغ داشتند و ما او و آنان را که با وی در کشتی بودند نجات دادیم و آنها را جای نشین گردانیدیم و کسانی را که آیتهای ما را دروغ داشتند غرق کردیم. پس بنگر که آخر کار بیم کرده شدگان چگونه شد. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. سپس بعد این 9 پیغمبران را به سوی قومهایشان فرستادیم. پس پیش آنها نشانه‌های روشن را آوردند. پس هرگز بر آن نبودند که به آنچه ایمان آورند که آن را پیش از این دروغ داشته بودند. همچنین بر دل از حد گذرندگان مهر می‌نهیم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. باز بعد از آنها موسی و هارون را با نشانه‌های خویش به سوی فرعون و قوم وی فرستادیم. پس تکبر کردند و قوم گناهگار بودند. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. و چون سخنی درست از نزد ما به آنها آمد گفتند همانا این سحر آشکار است. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. موسی گفت آیا سخنی درست را چون به شما بیامد چنین میگوید؟ آیا این سحر است و ساحران رستگار نمی شوند؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. گفتند آیا پیش ما آمدی تا ما را از دین بازداری که پدران خود را بر آن یافته‌ایم و تا در زمین پادشاهی از آن شما باشد و ما شما را باوردارنده نیستیم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر علیم. و فرعون گفت هر ساحر دانا را پیش من بیارید. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. پس وقتی که ساحران آمدند موسی به آنها گفت بیافکنید آنچه را که شما افکننده آن هستید. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. پس چون افکندند موسی گفت آنچه آورده سحر است، به درستی که خدا آن را باطل خواهد ساخت.
به درستی که خدا کاری فسادکاران را راست نمی آورد. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. و خدا سخن درست را به فرمان خود ثابت خواهد کرد اگرچه گناهکاران ناخوش دارند. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. پس به موسی به جز فرزندانی از قوم وی دیگران ایمان نآوردند، با وجود خوف از فرعون و پیشوایانشان که آنها را عقوبت کند، و به درستی که فرعون در آن زمین سرکش بود و همانا وی از جمله از حد گذرندگان بود. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. و موسی گفت ای قوم من، اگر به خدا ایمان آورده اید و اگر مسلمان هستید پس بر وی توکل بکنید. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. پس گفتند به خدا توکل کردیم ای پروردگار ما را لگدکوب قوم ستمگران مکن. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. و ما را به رحمت خود از گروه کافران نجات ده. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. و به سوی موسی و برادر وی وحی فرستادیم که قوم خود را به شهر مصر در خانه ها ساکن کنید و آن خانه های خود را قبله رو بسازید و نماز برپا دارید و مؤمنان را مژده ده. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. و موسی گفت ای پروردگار ما، به درستی که تو به فرعون و قبیله او در زندگانی دنیا زینت و مالهای بسیار داده ای. ای پروردگار ما، تا عالم را از راه تو گمراه کنند. ای پروردگار ما، مالهایشان را نابود کن و بر دلهایشان مهر بینه که تا عذاب درددهنده را نبینند ایمان نآورند. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. گفت یعنی خدا گفت به درستی که دعای شما قبول کرده شد، پس استوار باشد و راه جاهلان را پیروی مکنید. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا
وأدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. و بنی اسرائیل را از دریا گذرانیدیم. پس فرعون و لشکر او از راه ستم و بیدادی در عقیب آنها شدند تا وقتی که مشقت غرق به او رسید گفت باور دارم که هیچ خدای نیست مگر آن که بنی اسرائیل به وی ایمان آوردند و من از مسلمانان هستم. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. گفته شد آیا اکنون ایمان می آری و پیش از این نافرمانی کرده بودی، از فسادکاران بودی؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. پس امروز تو را به همان جسدت یعنی به دیگرگونی بر مکانی بلند افکنیم تا برای آنان که پس از تو می آیند نشانه باشی و همانا بسیاری از مردم از نشانه های ما بخبرند. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. و به درستی که ما بنی اسرائیل را به مقام نیک جای دادیم و به آنها از پاکیزه ها روزی دادیم، پس اختلاف نکردند تا آن که به آنها دانش آمد یعنی قرآن. همانا پروردگار تو روز قیامت میان آنها در آنچه اختلاف داشتند حکم کند. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. و اگر از آنچه که به تو فرو فرستادیم در شک هستی، پس از کسانی بپرس که پیش از تو کتاب می‌خواندند، یعنی تا آشکار شود که بر پیغمبران سابق نیز وحی نازل می‌شد. هر آینه از پروردگارت حق پیش تو آمده است، پس از شک آورندگان مشو. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. و از کسانی مباش که آیاتهای خدا را دروغ داشتند، آنگاه از زیانکاران شوی. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. به درستی آنان که حکم پروردگار تو بر آنها ثابت شد ایمان نآورند. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. و اگرچه هر نشانه به آنها بیاید تا آن که عذاب درد دهنده را بینند. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم
كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. پس چرا دیه نبود که ایمان آرد و ایمانش با وی سود کند، مگر قوم یونس که چون ایمان آوردند عقوبت رسوایی را در زندگانی دنیا از آنها برداشتیم و آنها را تا مدت بهره‌مند ساختیم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. و اگر پروردگارت می‌خواست همه آنان که در زمینند یک جا ایمان می آوردند، آیا تو مردم را مجبور کرده می توانی تا مؤمن شوند؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. و هیچ شخص را روا نبود که جز به خواست خدا ایمان آرد و پلیدی را به کسانی می اندازد که به عقل در نمیابند. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. بگو ببینید که در آسمان ها و زمین چی چیز است و نشانه ها و ترسانندگان به گروهی که باور نمی کنند فایده نمی دهند. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. آیا آنها جز روزهای کسانی را که پیش از آنها گذشتند منتظر می شوند؟ بگو منتظر باشد، همانا من نیز با شما از منتظرانم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. سپس پیغمبران خود و آنان را که ایمان آوردند خلاص میکنیم، همچنین بر ماست که مؤمنان را نجات دهیم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. بگو ای مردم اگر شما از دین من در شبهه هستید پس بشنوید که من آنهایی را که شما به جز خدا می پرستید عبادت نمی کنم، ولیکن آن خدای را عبادت می کنم که جان شما را می گیرد و به من فرموده شده است که از مؤمنان باشم. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. و به من فرموده شد آن که روی خود را برای دین حنیف راست کن و هرگز از مشرکان مباش. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. و بجز خدا چیزی را مخوان که به تو سود نکند و زیان نرساند، پس اگر چونین بکنی آنگاه از ستمگران باشی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ
لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحیم. و اگر خدا به تو رنج برساند پس آن را بجز او بردارنده نیست، و اگر در حق تو نعمت خواهد پس فضل او را هیچ دفع کننده نیست. آن را از بندگان خود به هر کی خواهد میرساند و او آمرزنده مهربان است. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. بگو ای مردم، به درستی که از پروردگارتان به شما حق آمده است، پس هر کی راه یافت جز این نیست که برای خود راه یافت، و هر کی گمراه شد جز این نیست که به زیان خود گمراه می شود، و من بر شما نگهبان نیستم. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. و چیزی را پیروی کن، یعنی مخاطب محمد صلی الله علیه و سلم است که به طریق وحی به تو فرستادیم، و صبر کن تا آنکه خدا حکم کند و او بهترین حکم کنندگان است.